به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و بخیرم خدمت همتان. آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان، امروز میخواهم نحوه تنظیم نمودن و یا ست نمودن پسورد قوی برای یوزر اکانت های خود در ویندوز های 7, 8 و 8 و همچنان در عملا برای شما کار بکنم. پس تا آخر ویدیو را بیننده باشید. عمران الله ناصری هستم از چینل اپتیچ. اگر در صورتی که شما مایل هستید از تمام موارد و جزئیاتی که در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم، پس چینل خود را سابسکرایب نموده و ما را در شبکه‌های اجتماعی همچنان دنبال کنید. خب دوستان، عملا اگر در صورتی که ما شما بخواهیم به خاطر یوزر اکانت خود پسورد ست کنیم، اجازه بدین در قدم نخست ما ویندوز 7 خود را باز نمایم. خب ویندوز 7 بسیار راحت و ساده ما شما میتونیم که پسورد و یا رمز عبوری برای یوزر اکانت خود تعیین کنیم. در قدم نخست که ما شما از قسمت استارت مینو درست است ما شما چی ویندوز لوکی را فشار بدیم، درست است یا کنترل اسکیپ را فشار بدیم و یا همچنان ما شما بالا قسمت خود استارت بتون قسمت کلیک میکنیم. بعد شما این قسمت امو پیکچر که به خاطر یوزر اکانت خود ست نمودیم او را مشاهده میکنیم. فقط بالا از این ما شما یک کلیک میکنیم. با مجردی که ما شما بالاش کلیک بکنیم ما را به تنظیمات مربوط به یوزر اکانت ما راهنمایی میکنه. اما اگر در صورتی که شما از این قسمت استفاده نمیکنید، یک گزینه دیگه ما شما داریم دوستا که ما شما ویندوز لگی همراه آرا همزمان فشار میتیم. بعدشان برای ما شما عملا اینجا رند باز میشه. درست دوستا، اینجا ما شما چه نوشته میکنیم؟ کنترل پنل نوشته میکنیم. درست دوستا، بعد از اینکه را نوشته کردیم از این قسمت ما شما اوکی میکنیم. خب بعد از اینکه اوکی کردیم ما شما را به قسمت خود کنترل پنل هدایت میکنه و ما شما از این قسمت لارج آیکانز میبینیم تا تمام جزئیاتی که در قسمت کنترل پنل برای ما شما لیست شده بهترتر و خوبتر مشاهده بکنیم. بعد ما شما قسمت یوزر اکانت انتخاب میکنیم. البته دوستان این دو راه ساده و راحتی بود که ما شما با میتونیم پسورد برای یوزر اکانت ما ست کنیم، اما در غیر از این ما شما تقریبا 7-8 طریقه دیگه به خاطر ست کردن پسورد داریم که از این قسمت ما شما میتونیم استفاده بکنیم. بعد از اینکه ما شما به این قسمت راهنمایی شدیم ما شما اینجا آپشن تحت نظر چی داریم دوستا؟ create a password for your account. درست است، بالا از یک کلیک میکنیم. بعد از این کلیک کردیم ما شما این قسمت نیو پسورد داریم که پسوردی که ما شما ست میکنیم. البته دوستا از این قسمت میتونیم که پسورد ما را این قسمت پسورد بدیم، بعد شما پسورد کانفرم میکنیم و این قسمت هم یک هند برش میدیم، بعد شما کریت پسورد میگیم. درست دوستا. خب و اگر در صورتی ما شما بخوایم اینمی کار عملا در ویندوز 8 انجام بدیم به این شکل ما شما میتونیم در ویندوز 8 هم این کار انجام بدیم که ما شما در قسمت خود استارت مینو می بعد از این در قسمت خود استارت مینو آمدیم قسمت بالای خود یوزر اکانت ما کلیک میکنیم. خب با مجردی که بالای یوزر اکانت ما کلیک میکنیم اینجا آپشن بیشتر برای ما شما نشان میده و ما شما یک قسمت چی برش میگیم؟ چنج اکانت پیکچر. از این قسمت ما شما که بخوایم استفاده کنیم همچنان میتونیم استفاده بکنیم. درست دوستا، و همچنان موارد بعدی هم که از که ما شما میتونیم نمیکارم عملا چی بکنیم انجام بدیم. خب دوستان لحظه منتظر میمانیم. خب دوستان بعد از اینکه ما شما به این صفحه راهنمایی شدیم، بعد شما با این تب یا با این صفحه ما شما کاری نداریم، فقط ما شما از اینجا ساین این آپشن انتخاب میکنیم. بعد از اینکه ساین این آپشن انتخاب کردیم بعد از قسمت ما شما اد برش میگیم که نمیکارم ما شما اگر در صورتی بخوایم از قسمت خود چانس مینو ما شما این قسمت هم پایینتر ما را اگر در صورتی بیایم یا ویندوز لوکی همراه سی را فشار بدیم چانس مینو برای ما شما ظاهر میشه. بعدش هم قسمت ستینگ و بعد از ستینگ آمدیم ما شما اینجا چی داریم دوستا؟ چنج پیج ستینگ داریم. بالا از این کلیک میکنیم. بعد از ما شما این قسمت کلیک کنید درست دوستا اینجا موضوعات بیشتر برای ما شما عملا نشان میده که ما شما دیگه راش کار نداریم و فقط بالای اکانت کلیک میکنیم. بعد از این بالای اکانت کلیک کردیم بعد شما بالای ساین ان کلیک میکنیم و از این قسمت ما شما میتونیم پسورد را برای یوزر اکانت خود چی بکنیم؟ تعیین بکنیم. و همچنان اگر در صورتی بخوایم
در ویندوزهای 10 عملا همین کار انجام بدیم. دوستا میتونیم بسیار به شکل ساده و راحت این کار چی بکنیم انجام بدیم. در قدم نخست که شما اجازه بدین که وارد یوزر اکانت خود شما. خب دوستا بعد از اینکه شما داخل یوزر اکانت ما شدیم، شما مشاهده کردین که هیچ پسوردی نداشتیم و بسیار به شکل ساده و راحت دانستیم که شما به یوزر اکانت خود ساین این بگیریم. اگر در صورتی که شما در ویندوزهای 10 بخواهیم برای یوزر اکانت خود پسورد ست کنیم، البته دوستا شما از قسمت استارت مینو درست از بالای البته استارت مینو کلیک میکنیم. بعدش هم از قسمت شما چی داریم دوستا؟ ستینگ داریم، بالای ستینگ کلیک میکنین. خب و اگر در صورتی که شما از این قسمت هم استفاده نمیکنیم، شما در قسمت خود تسبار درست است و در قسمت اکشن سنتر شما تمام اینمی ستنگایی که شما اینجا مشاهده میکنین اینجا قابل دسترس است که از قسمت هم شما عملا این کار را انجام داده میتونیم. خب این صفحه برای شما اوپن میشه و اگر در صورت بخوایم از قسمت خود اکشن سنتر همچنان این کار انجام بدیم، فقط بالای اکشن سنتر شما کلیک میکنیم. بعد شما اینجا آل ستینگ داریم و همچنان فراموش نباید بکنم که یک شارکت هم داره که شارکت چی هم دوستا؟ ویندوز لوگی همراه ها را افشا میدیم و ستینگ برای شما باز میکنه. بعد از اینکه شما ستینگ حاصل کردیم این قسمت آپشن های بیشتر برای شما نمایان میشه که اینا را شما فعلا کار نداریم، فقط بالای اکانت کلیک میکنین. بعد از اینکه بالای اکانت کلیک کردیم دوستا اینجا شما چی داریم؟ ساین این آپشنز داریم. بعد بالای ساین این آپشنز ما کلیک میکنیم. بعد از اینکه شما بالای ساین این آپشنز کلیک کردیم این قسمت پسورد و بعد شما اد کلیک میکنیم. بعد از اینکه اد کلیک کردیم برای شما یک باکس یا کادر ظاهر میشه به این شکل. شما میتونیم پسورد برای یوزر اکانت خود ست بکنیم. شما پسورد از لحاظ قدرتش اگه ببینیم یا از لحاظ استرانگ بودن یا قوی بودنش که ببینیم ما سه نوع پسوردهای ویک داریم، میدیم داریم و استرانگ داریم. پسوردهای ویک و اون پسوردی هست که فقط یا شامل اعداد میشه یا شامل چی میشه دوستا؟ الفابت لیترز میشه، یکی از جا میباشه. و اگر در صورتی که بخوایم پسورد میدیم برای کامپیوتر ما شما تعیین بکنیم، شما همزمان که از اعداد یا الفابت استفاده میکنیم باید کامپلکس از یا باشه یا متشکل از دو باشه. یعنی اگر در صورتی شما همزمان هم از نمبر یا ارقام استفاده کنیم و همزمان با ارقام از الفابت لیتر و یا حروف الفا استفاده کنیم، این میدیم است. اما اگر در صورتی که شما بخوایم از پسورد ست کنیم که بسیار قوی باشه یا استرانگ باشه، شما میتونیم از خود بر علاوه که از ارقام و همچنان الفابت لیتر استفاده میکنیم در پهلوی از شما از بعضی از ساین های اسپیشال و یا بعضی از علائم خاص استفاده بکنیم. به طور مثال شما میتونیم پسورد استفاده بکنیم اپ کیش البته کپیتال است تیچ 143 از درست است. یعنی این پسورد است یا این پسورد شما میتونیم بگیم که یک پسورد استرانگ یا قوی است. دوباره شما همین پسورد ما را این قسمت کانفرم میکنیم درست دوستا، یعنی با پسورد قبلی ما باید مچ بکنه، یعنی همسان باشه با اون متغیر نباشه. و بعد شما اینجا یک هند برش میدیم. اگر در صورتی شما 3 مرتبه پسورد ما را در میکنیم ولی اشتباه می باشه یا رنگ می باشه، بعد شما هند برای شما نشان میده که این هند یک کمکی است به خاطر رمبر کردن و یا به یاد داشتن پسورد ما که قسمت شما مثلا برش میدیم هند یوتیوب چینل درست به شکل شما هرچی که لازم میبینین قسمت هندش دادم، یعنی هندی برش بدین که با پسورد شما یک اشاره داشته باشه. بعدش هم از قسمت نکست برش میگین و بعدش هم فنش برش میگین که لازم صبر میکنین تا اینمی تغییراتی که شما انجام دادیم اکسپت شد. بعد از اینکه اکسپت شد البته فعلا شما اگر کامپیوتر ما را لاگ آف بکنیم درست است و یا شما این را لاگ بکنیم دیگه با مجرد که ساین اوت شویم زمانی که داخل یوزر اکانت ما میشیم از شما پسورد تقاضا میکنه که باید شما پسورد داشته باشین که بتونیم داخل یوزر اکانت ما شیم. به شکل اگر در صورتی شما پسورد اشتباه وارد بکنیم البته 3 مرتبه امو هند که این قسمت بود او را عملا برای شما چی میکنه دوستان نشان میده. درست از میبینید اینجا پسورد هند یوتیوب چینل
مگر در صورتی که ما شما بخوایم داخل یوزر اکانت شما شویم، البته ما شما پسورد ما را به این شکل تایپ میکنیم. البته درست باشه، درست است، یعنی اونمو چیزایی که ما شما پسورد برش دادیم اگر حروفش بزرگ باشه بزرگ، اگر کوچک باشه کوچک و از هر سمبولی که استفاده کنیم ما شما اینجا باید را تایپ بکنیم. بعد شما از این قسمت نکست برش میگیم. با مجرد که نکست برش گفتیم مگر در صورتی که پسورد ما درست باشه ما شما مستقیما وارد یوزر اکانت ما میشین که به این شکل ما شما بسیار با شکل ساده و راحت و با موفقیت هرچی بیشتر میتونیم برای یوزر اکانت خود پسورد ست و یا تعیین نماییم. خب این بود درس امروزی ما. رضامند است انشالله چیزی برداشت کرده باشین. اگر در صورتی که شما میخواین از آخرین جزئیات و همچنان مواردی که در قسمت چینل یوتیوب برای شما پست و اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنیم، پس چینل خود را سابسکرایب نمایید و همچنان دنبال نمودن ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز فراموش نکنید.